این ویدیو از طرف کانال جکس لورن تقدیم به تویی که رویا داری. تویی که میخوای شروع کنی ولی هنوز شک داری، همینجا اولین قدمته. قبل از شروع لازمه یه چیزو بدونی: هیچکس از بالا شروع نکرده. هیچکس. نه تجهیزات عالی داشتن، نه پول زیاد، فقط تصمیم داشتن. تو هم الان همون نقطه‌ای هستی که خیلی ها بودن ولی فقط چند نفرشون ادامه دادن و همونا شدن موفق. میدونی فرق اونا با بقیه چی بود؟ شروع کردن با همون چیزی که داشتن، نه فردا و امروز یا از شنبه شروع میکنن. تو نمیتونی آینده ای رو پیش بینی کنی ولی میتونی آینده ای رو بسازی از همین لحظه. نگران کامل نبودن نباش. هیچ شروعی کامل نیست، اما شروع نکردن همیشه اشتباه است. اگه الان گوشید معمولی خوبه کافیه. اگه اتاق ساده است مشکلی نیست. مهم تویی، نه دکور. آدم‌هایی که میبینی الان معروفن. روزی ویدیوهاشون 5 تا ویو گرفت ولی ادامه دادن. تو هم میتونی تبدیل بشی به یکی از اونا. نه فردا، نه وقتی پولدار شدی، بلکه از همین شروع ساده. مهم نیست چند سالته، مهم نیست از کجا شروع میکنی، مهم اینه که شروع میکنی. تو حتی نمیتونی یک ویدیو کوچیک چطوری میتونه زندگی تو یا بقیه رو تغییر بده. فقط باید منتشرش کنی. نگران قضاوت بقیه نباش. اونا همیشه حرف میزنن ولی تو کارتو بکن. یه روز میرسی به جایی که همین آدم ها میپرسن چطور موفق شدی و جوابش ساده است: شروع کردم. یادت باشه حرکت کوچک همیشه بهتر از ایستادن کامل فقط یک قدم هر روز. اگه ویدیوت کم ویو خورد طبیعیه. همین مسیر رو رفتن ولی موفق ها جا نزدن. تو هم جا نزن. تو هم ادامه بده. تو هم رشد میکنی. این مسیر بلند ولی تو تنها نیستی. کانال جکس لورن همراهته. هر بار که شک کردی این ویدیو رو دوباره ببین و ادامه بده. تو لیاقت و موفقیت رو داری. تو توانش رو داری. فقط باید باورش کنی. پس ازت میخوام ویدیو تو بسازی، غصه اینو نخوری که تجهیزاتت کمه و منتشرش کن. فقط یک ویدیو شاید دنیا رو تغییر بده، شاید تو رو تغییر بده، شاید آینده‌تو حتی تغییر بده و بسازه. پس دستت رو دکمه رکورد بمونه، بدون ترس، بدون مقایسه. این فقط یک شروع مسیر تو. از طرف جکس لورن برو و بدرخش.